زار نمی ایدستای نمی ترا کوزانی ما برومد رفت زندگی من خیلی خشاک شید. مرد باید پیداگر باشه. وقتی مرد که پیداگر نشد زن در خانه دیگر نمیسته. فهمیدی؟ عملی کنم یعنی که خونه خدا روون تون کنیم. ای روزی تو نمی خونه میای یا نمی خونه تو میدونی من بسر یارم نمیشونم دارم سر دستار کنم. بیزار شدم. تو میفهمی میرم. چیکار نرو دل بسته این بال خودت باش سرگرم خودت باش بردم بال خودت باش اوچه جان؟ لحظه نخور اوچه جان لبه جانه اوچه؟ بیا بچم السلام علیکم بیا بچم بیا السلام علیکم چرا داریم اوچه جان؟ خوش آمدی بچم بخشش در تنک شد بچه جان یارو مکنه برای روسیه اول یادو بود تخت کردم و میگونه که در خموی چی بود ما نبنده درک شده بود کوروی شمسه کوروی اکته بام درک شده ما باید رفته بیا خونه رویم بچم میشه اوچه من روسیه بکم درک سرسومه گفتیم من سر قدم خواهرتون میرم بخیر این کورو بوری خونه بردو شختان بودگی بچم بخیره خیلی کورو بوری خونه کورو بوری زمانکیه همین خوردم و خور رفتنم در دل میزده کم گفتیم کار جسمانی کنیم برای سلامتی با فایده داره خیلی کار اما کلین چخیله نبیره و چخیله الحمدلله خدا را شکر همه خوبه همه اینجا همه ایدکی را انیس جونا چی روی کنیم اولیمپیادا در زبان خارجی ده به هدکه معلیمانش کتی سه که سه بچه که بالا اوقات دانشمند ده خوبه خدا خواهد سخت کتی سه من تعلیم تربیت فرزندو آفرین بچم زن که زنی بسواد که هسته فرزنداتم بسوادم آفرین رحمان برای زن بچم بیا خونه داریم بچه جان اوچه جان نشالا ما روسیه هم کنون قایدی داشتی سبدو همی تگزشتی مقصد کردوشن کن داره و همین خاطر یک سری خدم گفتیم من خبرتون میگیریم میشون رو بازمتر شدیم یا من از اون خبرتون میگیریم میشیم صحبت میکنیم با اوچه خدا نگهبان تون اوچه من مهده مهده پیکارون شم ایشالو که با خبر میگیرم بعد نگفتن نمونم اوچه بخیر داریم و خفه نشین همه روزی باشیم اوچه جان شما بچه من تو یک حیات روزیم همون وقتی که خداوند در بطن من هفتم ملک ایت روزی بودم ای تولد کردن و ایت روزی بودم تا با این روز من ایت روزیم بچه میگفت نگفت یک گاه مشکلی ایتو ندیدم انشالله نمیبینم اما ایت روزیم بچه خدا نگهبان باشه خدا حفظت کنه کجایی که میری خداوند همراه تو باشه بچه سلامت باشه اوچه من زنده باشه احتیاط کنیم یک پیاله چای نگرفتی بچه‌م؟ اوچه جانی من همین با حضور که اومدم انشالله که چای هم میشه صحبت هم میشه مصلحت هم میشه همه چی میشه من سر هم اومدم مایل بچه‌م خیلی خوب خوش آمدی بچه‌م سلام علیکم. سلام علیکم اینجا سلام چیو دو یکه خوب هستید اینجا هستی؟ نشاط اینجا راماد میگم میایم تراز که خونی میدره پیش و چت یک متره که دیگه نمیدونم اینجا بگه کم اینجا زنده مردم دوستای عزیزی من همیشه ما میگم که توسط همین تلفن دستی شما میشه در یک ماه 3000 تا 15000 تومانی کار کنی با دقت خواهران مادران و اپاجانکو میرسونم که شرکت فابرلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده که شما میتونید در خونه‌تون نشسته خونه نوبر اومده توسط تلفن دستیتون در یک ماه 3000 تا 15000 تومانی کار کنید برای با کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی را دانستن لازم نیست دانشجو دخترکا شما را میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه‌های دولتی یا کارخانه‌های شخصی کار میکنه شما را هم 100% میتونین که کار کنین برای با کار قبول شدن شما چیکار میکنین دایرکتور شرکت فابرلیک اپای زرینه جان در واتساپش اینامی دودرکتون مراجعت میکنین اپای ما تمام نازکی‌های کارا نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونه و شما را میتونین که پول خوب به دست بیارین و یک چیز دیگه نگفته نمونه هر یک نفری که در مدت 2 ماه 3 ماه کوشش میکنه و دایرکتور شرکت فابرلیک میشه و اون نفر رو در جانب شرکت فابرلیک 20000 تومانی تحفه کرده میشه و این چونین یک تحفه بهترین چاله طلا از جانب دایرکتور شرکت فابرلیک اپای زرینه جان برای شما تقدیم کرده میشود. دودار جان ما هر وقتی در بیسون شدیم که دیگه نظر شما ما رو نمیگیرم اکا جان من روسیه روز جمعه در اومدم همینجا اوچه خیرات کردم
من فکر کردم غیر شام نیست در خونه بس من فکر کردم که کار رفتگی کرد. فکر کردی یا برو خلا نمیپرسی که بگه کم هست نیست. نه آخه هر وقت اگه خود کار میکنم من میرفتیم من فکر کردم من اگه هر وقت اگه در کاری روز کاری هست من شخصا من خودم کار دارم مثلا کار خاطر من اگه بودم امسال جو کار دارم اومدم یک سر قدم خبر گرفتم. آفرین ملدیس. بچه جان حتی فرزندی دوست دارد فرزندی سندارد هم تمیه فشفش میکنی و راست تاگ هم تا جوابش میتی خوش آمدی بچه جان خوش آمدی بچه جان همین بودروی نپیله چه کنیم ما هم یپیله چه کرده میتونیم اکه شما جان ما برادریم بیگونه نیستیم گفتیم گفت یکم اویده دیگه نیستیم همش میشود وقت ساعت شکت یکم اموز مدار گفتم من گفتم کم ترک سیکورترم اکثر خرام اومدم خبر گرفتم ایشون که با همینجا داریم بچه جان یکم خدمت شید یکم گفتیم یکم مشکلی شید خدمت داریم خوب بکن خوب الان یادم نکن مایل خیلی خوش آمدی بیا یه روز بازور بگی زن تا بگی بیا بازور بشینیم خانده حتما نکن بخشید خدا خواهد میخواهد نکه جان الان یادم بچه جان بچه جان میگن خوره سنگی خوره را آب میکنن میگن راست بیا بزنم بشینم بچم همه ایروی اودو بای چوگم چم نه همه ایروی اودو بای و یک احترامی دسترخوانه یک عزت و حرمت و همین تقسیم چای برای همین گرفتن همین کاغذها برای مصرو آوردیم نه خود همین زمین شده همین رو میگو اینا در جبه که میگیرم میبرم در مصر کم این پرتم از اگر اون بچه دوست دار سندارد نبود میگفتی که اون آجا در پرت جوش اونجا های همین یک خاندان خودنانی مونه میبونه در اینجا خوش رو بگذارد باشی جانو چرا بچم باشی جانو چرا نکی خیلی نکوخی بچم بازی گپوی خطا گپ زدی همین دودر ندید که تو در خانه درک شده بود و روز پیش ما آمد نه که تو گپوی خطا گپ زدی بچم خوش آمدی من همین قدر شدم من نمیدونم موزی سی و چند در اومدم ای فکره اولی ما دهنی شما خوش آمدی نشنویدم بچه جان پروردگار برکتت بتم من نشنویدم بچه برای مادر فرزند همش فرزنده مادر همه فرزندش یک خیلی دوست میداره فهمیدی؟ این گپه هیچ وقت گپ نزن همه شما برای من برابرین بچم فهمیدی؟ همش یک خیلی دوست میداره پنج پنجه دیده این ایش کلتای ایش بود درستره همش نمی درازه من اینجا کدومیشم این نویشم بافکر کلانی یا نه این ای باید باشه من ای که حرمت این رفتاری که قطیما میکنن این ایش مایم این نگو که با سوختگی های فقط در هم سوختگی اینا نمیش مایم بچه جان بچم شب و روز در حقی هر سه دعا میکنم در نمازام هم دعا میکنم قدمی گشتگیم در حق هر سه شما دعا میکنم برای که برکت زندگیم همه چیز زندگیم هر سه شما این بچه نمیدی بچه ما یک چیز دیگر را فهمیدم این یک روزه که همین خونم طریق شوقه داد مقصد جنگ دعوا نه زنی ما برومد برفت من خیلی برومد برفت برای چی؟ ما میگم که نمید بچه نمید دوستاری تو نمی کارا کرده ایسا که زن مد نمی خونه یک هیو جنگ دعوا نش ما را گوش کرد میمارم بچه گپی خطا گپ نزن فهمیدی؟ وای فرزند پدری توی هیچ وقت با فکری ویران شدن اویله تو نیستی بچم فهمیدی؟
این فکری خطای ای سر برور زنی توی قهر کرده رفتنش ای دسته نوکاری تو فهمیدی روز تو بگاه خواب میکنی کار نمیکنی آخه مرد باید کار کنه مرد باید پیداگر باشه وقتی مرد که پیداگر نشد زن در خانه دیگر نمیسته فهمیدی نه آوردی لباسی فسانش نخریدی خواستی دلش نآوردی که خوره میبروی میمونه میره فهمیدی ای سر تو بگه کارا بهانه میکنی بچه میبروی میری شب نیمی شب میبیایی دو دست در پاچی که بینی میبیایی اوفاس و توفاس میکنی برای زنک باید شکمش سیر کنی تنش لباس پشانی فهمیدی این فکری خطا تا ای سر رو دور کن با خودت دشمن نخر بچم حاضر کی مانده باشه این آمد موزی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چه اوچا جانی من سازم افتابه که اوچا جان دلی اوچا میمورایی شمادی بیا اوچا شوشین اوچا اکای شمس اکای شمس مستای ولی بوناگه که میایی من همه پرسی دارو بچم شمادی خوش باشین اوچا جان خیلی بزر نه شما نه بولم اوچا جان من این همیشه هردم میشینم ام سر خستگی بچم دو بولیش در اسم میمونم سرما میمونم خو میرم و دو بولیش در اسم میمونم سرما میمونم خو میرم همه میگن که آدم خوب میشه و خونه مهمون میبه صدقه قدمات بچم شمالی بچم مهمون امروزه ما تو بودی گیر دانک تشرین کن بچم گیر شمالی بچم فهمو بهترین سلامت باشین اوچا جان خوش باشین زنده باشین انا اوچا جان روسیگه برای یک مسئله ما گفتم خیلی کنم صحبت شم بخیر بشه بخیر اوچا جان بخیر ای هفته می اومدگی روزی 14 نیا داریم که هم برادرایی که یک جوری ممسا صحیب کاریم همکارو خطی یعنی که نیت کردیم که پدر مادرای با انا شما مثلا مادری زنم خشتامانم همه تونه در یک جویگی یک آرزویی که داشتم همین را عملی کنم یعنی که خونه خدا روونتون کنیم مادر عزیز یک چیز هر یک کار هر یک چیز امکانیت میشه آدم داد دوباره شاید امکانیت نشه و همین خاطر امروز که همه چیز فرصت امکانیت های میخوام که همه چیز ای سر خودم سقیت کنم همین کارا در حق شما مادر جان بکنم ماشاءالله بچم ماشاءالله این آرزوی هر یک انسانه بچم هر یک انسان همین روز آرزو میکنه هر یک انسان برای آن همین روز کوشش میکنه که روان خانه خدا زیارت کنه خدا با شکر خیلی نصیب کرده باشه بچم میریم زیارت میکنه رحمت بچم خیلی نیتی کارم داره در تختر چی بسه؟ درک شده بوده بچم کنی بیاین اکتا چی بچم وقت نمیرم رازی سلام علیکم سلام علیکم چینجی سوزی یادم آدم یادم بای انجام گفتم هر جو باشن توی با آماده سلام علیکم سلام علیکم آمده بچم سوزی سیز بچه دارم نه شما بگذاره اینجا جوی شما همون دامه بلوگذار شما اونجا باسه همینجا جون بوده خیلی از چی؟ نه اکر با از اون منامه گذار خیلی بشه بیا شین بچم شما بحث نکنه چقدر یا باشه ساز خاکم ای سر رفتیم سر گرگشتیم که نیست نید هم کلینتای نید چی دای بارفی یا اون کس بیرون هم نمی بروی که بگیری هستی بارش
ماشینم در سر میشه در روز سر سبیل акай Шамс махта бародар гуфтам мисоли гап ки худат барои мо акаи гуфтам биё як ҷоя кор кунем дар як корхона мақсад маоши хуб мегирифтӣ пули хуб мегирифтӣ зиндагитам назм мешид не ки ман намедонам ки номусуд буд ё намехоҳӣ ки дар тай дасти додарат кор кунӣ намефаҳмам ка ам худат пурта пеш баъд додарҷон зиндаги табар мо ҳамешаи арзохем инам мошинат гирифтем акаҷон гуфтем ки кор кар як дар ном биё зиндагита пеш бар ишам қабул накардӣ намефаҳмам оча $500 гирем оча ана ин фақат барои либос харитон оча ана либосотонро брем бихарем оча тайёритона бинӣ барое ки ба 14 мамам 10 рӯз дига 8 рӯз дига мондага тайёр шед нади оча мақсад акай Шамс ака мо бародар гуфта хита таклиф кардем ки биё қатӣ мо якҷоя кор кар ба кала нагирифтӣ мошинат харидем додемат мақсад кор кар намедонам ма я мошин тархиде اون ماشین تو هیچ کنه میشینم پش دمان میکنی بگو اپا یا اکا بشی بگه تاکسی میگوی ها میگه نه من دایی نمیشنم اکا جونی من مایده هکای ارزونای قیمت های اکا کی خودت ناز میدونی که با پول اومده گیای با مهنت اومده گیای اکا در این دور زمان یکم کس یک سری سوزن نمیته یا بیستیرامد نمیته بس کن امی خیلی دیگه ما چی گفتم من نمیدونم میمونی اومدی یک بچه تا بخیز برم بزار کردی ای روزی تو نمی خونه میای یا هر نمی خونه تو میدوی من بسر یارم نمیشنم دارم سر دو سال بزار شده تو میفهمم میرم چیکار میکنی میمونی و به حال زندگی کنی اکا من چیکار کردم اکا بزار کردی بزار نمی ای دستای نمیتونه که زنی ما برومد رفت زندگی من خیلی خشاک شید فیلمی مذکور دوام دارد. اگر دوامش را دیدن خواهید در نوار یک دونه لایک گذارید و در کامنتاریا حتما دوام نویسید.